بچه درود و عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یکی از برنامه‌های درسی خفن خارج کشور رو در اختیارتون قرار بدیم که این برنامه از ساعت 7 صبح استارت میخوره تا ساعت 12 ظهر و این برنامه اینجا خیلی استفاده میشه، بسیار شخصی سازی شده است. حالا یکم خودتون میتونین جابجاش کنین ولی ترجیح نکنید و نتایج بسیار خوبی رو ما از این برنامه گرفتیم، مخصوصا دانشجویان پزشکی. بریم ببینیم چیه. دوستان این برنامه دو تا تکنیک توش به کار میره، دو تا تکنیک نانوشته. حالا من اطلاع ندارم که الان توی ایران هست یا نه، فکر کنم باشه. یکی تکنیک قورباغه هست و دیگری تکنیک پومودورو که حالا پومودورو تکنیک احتمالا شنیدین. توی تکنیک قورباغه، حالا همینطوری که عکسش رو الان میبینین، یک کتاب آقای برایان تریسی نوشته به نام Eat That Frog که منظورش اینه که اون قورباغه رو اول بخور و اون کار سخت رو اول انجام بده. اول منظورش اول صبحه یا اول شروع هر کاری. تکنیک دوم تکنیک پامودورو تکنیک معروف 25 دقیقه درس خوندن و 5 دقیقه استراحت کردن. این تکنیک برای کارهایی به کار میره که شما میخواین یک تسک خیلی دوری داریم، مثل همین کنکور ایران یا کنکور فرانسه، و یه بازه زمانی مثلا 1 سال و نیمی داریم که بسیار دروس مختلفی توشه، مثلا کاتگوری A B C D E توشه، یا حالا من خیلی کم گفتم 4 تا کاتگوری، یا حالا 12 تا 15 تا 30 تا. و از این پومودورو تکنیک واقعا میتونید شما استفاده کنین و بهره ببرین. بازدهیش هم خیلی زیاده. رکن اصلی برنامه درسی که حالا ما خودمون و دیگه دانشجویان پزشکی حالا فرانسه یا اروپا یا کشورهای دیگه انجام میدن، من قشنگ بهتون نشون میدم. من از روش میخونم، شما نگاه کنید. عموما جنرال ساعت 7 شما بیدار میشین. این برنامه دقیقا همین برنامه‌ایه که اینجا مشاوره درسی اینجا، حالا مشاوره درسی به این صورت اینجا نیست، ولی اگه شما درخواست بدین بهتون این شکلی برنامه میدن توی فرانسه که شما بیدار میشین دقیقاً با همین دیتیل. بیدار میشین، مسواک صبحانه، ورزش 7 دقیقه سر و گردن و قانون قورباغه. قانون قورباغه‌تون چی میگه؟ میگه که اون کار مهم رو اول قرار بده، به اضافه قانون سیب، من بهش میگم سیب یا پومودورو، که نه تنها اون کار مهم تو اول قرار بده، بلکه انتخابش کن اول. توی پومودورو میگه انتخابش کن، قورباغه میگه اول قرار بده. توی سکشن بعدی که شما کار اول قرار دادی، بین ساعت 7 تا ساعت 8 صبح اجازه میدی که بدنت بیدار شه و هر کاری خاصی این وسط انجام بده. کارهایی که حالا ریز دیتیلش در اختیارتون قرار گرفته، یا اگه کار بجز درس خوندن داریم، مثلا ایمیلی باید بفرستین یا کار دیگه کنیم. اینجا استارت از ساعت 8 میخوره، 8 میره تا 8 و نیم. استوب میخوره تا 8 و نیم. 8 و نیم تا 8 و 35 شما رست کاملین، درس نمیخونید. به عنوان مثال یک متیقی که با حرف A مثلا زیست شناسی بافت خون که براتون خیلی سخته، میذارید بین ساعت 8 تا 8 و نیم که بازدهیتون خیلی بالاست. شما 8 و نیم استوپش میکنین تا 8 و 35. توی پرانتز تنها کاری که نباید بکنین بین ساعت 8 تا 12 این گوشیه. شما به هیچ عنوان به هیچ اکران یا صفحه نمایشی که چشمتون رو درگیر کنه، چشمتون رو خسته کنه، نگاه کنید. اینجا حالا ارتباطیش میشه مدیتیت
ولی کار اصلی اینه که دراز، یعنی رو صندلی میشینین، چشاتون رو میبندین توی زمان استراحتتون، هیچ کاری نمیکنین، برای اینکه اون بازه ساعت 8:30 تا 9 رو دوباره با همون کارایی 100% بتونین ادامه بدین. یعنی بین ساعت 8 صبح که شما استارت کردین با ساعت 9 8:35 که دوباره استارت مطیق بیتون خورده، بیتون مثلا بافت پوششیه، جفتش بازدهیتون 100%، 100% تو این دوتا استپ بعدی بین ساعت 9 تا 9:10 رسته. باز هم به اکران نگاه نمی کنین، به هیچ صفحه نمایشگری شما نگاه نمی کنین. 9:10 تا 9:30 20 دقیقه پارت سی رو شما میخونین، متیه مثلا پارت سی درس شماره سی. تو ایران میگیم آقا ادبیات، تو اینجا مثلا میگیم شیمی ارگانیک. یه چیز دیگه، اولی بود A بود خون، دومی بود بافت پوششی، سومی بود شیمی ارگانیک. از 9:10 که 9:30 که شما این سی رو خوندین، 9:30 تا 9:35 استراحت میکنیم. استراحت 5 دقیقه کافیه. میریم سراغ مطیق بعدی. مثلا اینجا ذکر شده که دی 9:35 تا 10 پومودورو تکنیک، 10 استراحت تا 10:15 استراحتتون داره میره بالا چون کاراییتون داره میاد پایین. 10:15 تا 10:45 نیم ساعت یه چیز دیگه. 10:45 تا 11 1 ربع دوباره استراحت، دوباره حجم استراحت رو داره میره بالا. 11 تا 11:30 یه چیز دیگه، مثلا دی شیمی اسید آمینه به عنوان مثال. این دو تا قسمت آخرش یه نکته‌ای داره، اینکه 11:30 تا 11:45 که شما استراحت کردین و بعدش 11:45 تا 12 1 رو 15 دقیقه شما چی رو میخونین؟ یه شکل کاغذ نامه، حالا یا لتر کنارش گذاشته شده، برمیگردین فلش بک میزنین به اولین درس نیم ساعته که ساعت 8 صبح شروعش کردین. ساعت 11:45 تا 12 شما اینو میخونین، دورش میکنید. هر چیزی خوندین تو اون 1 ساعت رو دوره میکنید. چرا؟ چون اون ساعت 8 قورباغه شما بود، کار سختتون بود. الان مطمئن شدین که کار غویزه شده، دوره شده و با خیال راحت ادامه روزتون رو میرید. این برنامه بچه‌ها برای کساییه که از جمله خود من که از درس خوندن خوششون نمیاد یا اصلا جزو علایق شخصیشون نیست واقعا درس خوندن. خیلی کارهای دیگه هست بعد درس خوندنه، صرفاً به خاطر این درس میخونن که میدونن از طریق درس خوندن میشه توی رشته‌ای موفق شد. حالا من تو رشته خودم اطلاع دارم که رشته های علوم سلامت یا رشته پزشکی. تو خیلی رشته‌ها کمتر باید درس بخونین، بیشتر باید کار کنین. تو این رشته اولش خیلی باید درس بخونین، کمتر کار کنین. این برنامه واقعا برای کساییه که اینجا مثل خود من زیاد حال و حوصله درس خوندن ندارن، ولی میخوان با یک برنامه و یک کادربندی خاصی به بهترین نتیجه برسن. حتما این برنامه رو تست کنین. این برنامه ما اینجا توی دانشکدهمون و توی سکتور خودمون خیلی ها از این استفاده میکنن، خیلی ها، اصلا بیشمار. یعنی شما توی یوتیوب هم سرچ کنید پومودور، براتون تایمر میاره که اون تایم که درس خوندید با اون تایم استراحتتون رو جدا کنید، یعنی قشنگ کنترل شده بدونید. و این برنامه خیلی جواب میده. حالا برای ساعت عصر و شبمون چی کار کنیم؟ من دوباره یه ویدیو دیگه میذارم برای تکنیک پومودور و قورباغه شب که با صبح فرق میکنه. چرا؟ چون بازدهی شما هر چی داره میگذره و به ساعت خوابتون نزدیک میشه، بازدهی شما داره میاد پایین
و برنامه درسی دیگه نیاز داره که ما الان انجامش میدیم. اینو من یه ویدیو دیگه میذارم براتون توی یوتیوب که استفاده کنید. موفق باشید.